ما اینجا آمده ایم که قصه تلخ تجاوز جنسی بالای یک دختر و فریاد یک پدر بیچاره را بشنویم. این دختر مریم نام دارد و 18 سال زندگیش را پشت سر گذاشتانده. وی باشنده ولسوالی زاره ولایت بلخ می باشد. تجاوز جنسی صفحه زندگیش را دگرگون کرده و دیگر زندگی برایش زهراگین معلوم می شود. مریم ادعا می کند که قماندان امنیه و 2 فرد دیگر بالای وی تجاوز جنسی کردند. رمضانی که بود دیگه من شب خوابم از جای خوابم یک نفر مسلمان مرا از خوابم بیدارم که در سر شانه‌ام کلنش که من در یک خانه دیگه برد. در یک خانه دیگه برد یک نفر دیگه ناشناس بوده. در خانه سر ما هر دویشان تجاوز کردن. در قماندان که رفتم دیگه در پیش قماندان اکرم در جای ما رو طلب دیگه باز پدرم در بیرون ما رو داخل شعبه خود قماندان برد. از ما گفت سوال کرد باز ما گفتم سر ما خود اکرم خانم تجاوز کرد. وی میگوید که 2 هفته می شود با پدرش به کابل آمده و یگانه خواستش از مقامات و ارگان‌های عدلی و قضایی مجازات سخت عاملین رودات می باشد. خیرالدین پدر 50 ساله مریم میگوید دخترش به وی گفته است که کسی صدایش را در بلخ نمیشنود و باید برای عدالت خواهی به کابل بروند. خیرالدین میگوید که هرگاه صدایشان شنیده نشود هر دویشان در همین جا خودکشی خواهند کرد. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان یا رئیس اجرایی یا لویشان راول صاحب پرسان کنه که این دروازه دولت ما در اینجا آمدیم، همین سیاست را کش کرده دختر 18 ساله خود ناموس خود ما اینجا آوردیم. پرسان کنه، اگر پرسان نکرد ما چی کار میتونیم؟ ما فقط چی میکنیم که خودکشی میکنیم. دخترم خودکشی کنه باید خود ما خودکشی کنیم. زندگی دم چیه؟ اما جنرال اکرم قماندان امنیه زاره بر رادیو آزادی گفت که ادعای صورت گرفته بالای وی بی بنیاد است و یک تلاش برای نامبد کردنش می باشد. در این حال منیر فرهاد سخنگوی مقام ولایت بلخ می گوید که آنان برای بررسی این اتهامات هیئت را موظف کردند.